سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. آزموده هستم از گروه آموزشی کافه بورس در خدمتتونم. این جلسه هم می‌خوایم در مورد یکی از مبحث‌های بورسی توی تحلیل تکنیکال از بخش مقدماتی در خدمتتون باشیم. بحث امروز ما خط روند هستش. خط روند خیلی مبحث ساده‌ایه و علیرغم ساده بودنش خیلی هم اهمیت داره و میتونه توی معامله کردن به ما کمک کنه. توی خط روند ما دو تا مسئله خیلی مهم داریم. یکی رسمشه، اینکه کجا باشه، چطوری رسمش بکنیم. مسئله دوم اعتبارش، یعنی ما چقدر به اون خط روند بخوایم اعتماد بکنیم و طبق اون معامله انجام بدیم. ما کلا توی بورس روندهای صعودی داریم و رکودی که حالا یعنی نوسانی در یک بازه خاص و روند نزولی. در روندهای صعودی که مثلا ما اگه بخوایم به این شکل بریم جلو، حتما باید حواسمون باشه برای خط روند از کف دره ها استفاده بکنیم و اونا رو به هم وصل بکنیم. الان اینجا ما یک دره داریم، اینجا دره داریم به صورت مثال، و خط روند جاییه که تمام این دره ها از یه جای برگشت میخوان، قیمت تا یه جایی میاد پایین و از اونجا حمایت میشه، از اونجا پایین تر نمیره. و ما اگه بخوایم براش یک خط روندی رسم بکنیم به این شکله. ببینید نسبتاً در این نقاط سهم هر چقدر که میاد به این خط نزدیک میشه باز حمایت میشه، میره بالا. و این یه تیکر حالا خوب شد که این شکل شد، باید در نظر بگیریم هیچ وقت انتظار نداشته باشید دقیقاً چارت ما مثل یک ربات یک اعداد ریاضی ثابت باشه و هیچ وقت در واقع بی‌نظمی توش نبینیم. ممکنه بعضی وقتا قیمت یه مقداری از خط روند ما بره پایین‌تر و دوباره خیلی زود برگرده. اینا بازم از اعتبار خط روند ما کم نمی‌کنه. پس در شرایطی که صعودی خط روند ما در کف قله هایی قرار میگیره که بزرگ هستن یا به عبارتی ماژور هستن. البته اینا که پایین هستن میگیم دره، اونایی که بالا میشن قله. دره های ماژور رو به هم وصل میکنیم و خط روند شکل میگیره. حالا یک روند نزولی رو بخوایم مثال بزنیم به این شکل. مثلا یک نموداری داشته باشیم که اغلب به همین شکل هست، حالا یه مقداری تفاوتایی هم داره. در روند نزولی ما مثل روند صعودی نمیایم کف ها رو به هم وصل بکنیم، اینجا میایم قله های بزرگ یا ماژور رو به هم وصل میکنیم به این شکل. میبینید که نسبتاً هر بار که قیمت به این خط داره برخورد میکنه یا بهش نزدیک میشه میاد پایین، اما بعضی وقتا ممکن خط رو رد بکنه و یه مقدار سهامدارا رو بخواد گول بزنه که بگه پس چون از این خط روند نزولی گذشت دیگه روند صعودی میشه، اما بازم به این شکل نیست. ممکنه بازیگر سهم بخواد بازم سهمو بیار پایینتر و فریب بده سهامدارا رو، سهم میبینیم نزول میکنه، همچنان وقتی برخورد میکنه به این خط روند نزولی بازم میاد به سمت پایین. در روند صعودی خط روند یه جور حمایته، در روند نزولی خط روند به صورت مقاومت عمل میکنه به همین شکل. خیلی چیز پیچیده ای نیست، خیلی راحت. الان مثلا تو مثالم بیشتر براتون توضیح میدم. پس این نحوه رسمش بود، روند صعودی و نزولی کجا رسم میکنیم و اعتبارش. اعتبار هر چی که نقاط برخورد بیشتر باشه اعتبار بیشتر. اینجا یک بار برخورد کرد، اینجا 2 بار، 3 بار، 4 بار. میبینیم 4 بار برخورد داشته. سری قبل هم تقریبا داشت به همین خط میرسید که برگشت خورد. در روند نزولی هم به همین شکل یک بار اینجا برخورد داشت، اینجا نزدیک بود، اینجا مجدد بعد از اینکه از این خط رد شد برگشت خورد، بار 4 و 5. ببینید اینها باعث میشه که اعتبار این خط روند ما زیاد بشه. خب با این زیاد کار نداریم، میخوایم بریم وارد سایت رهاورد بشیم با چند تا مثال و این مبحث رو تموم بکنیم. وارد سایت رهاورد شدیم، یه سهمی رو به عنوان مثال میخوایم بنویسیم، مثلا سهم شه‌بندر. میایم وارد قسمت تکنیکال نمودار پیشرفته میشیم. البته برای اینکه شما وارد قسمت نمودار پیشرفته بشیم باید توی سایت ثبت نام کرده باشین که خیلی هم شرایط سختی نداره، راحت ثبت نام میکنین، در عرض چند دقیقه میتونین وارد این قسمت بشین. این قسمت رو عزیزانی که گوشی هم دارن میتونن وارد بشن. ببین نمودار هم اینجا برای ما نمایش داده میشه به این شکل و حالا اون قله ها و دره هایی که گفتیم رو اینجا میتونیم مشاهده بکنیم. حتما حواستون باشه که اینجا
این نمودار ما لگاریتمی باشه. اگه لگاریتمی نباشه به صورت حسابی و خیلی ما نمودار حسابی کار نمی‌کنیم توی خط روند. اعتبار ما وقتی بیشتره که از نمودار لگاریتمی استفاده بکنیم. وقتی لگاریتمی میزنید اگه با چنین شکلی مواجه شدین که نزدیک خط صاف داره نشون میده، شما این اوتو رو هم باید بزنید که شکلش درست نمایش داده بشه. اینجا الان خیلی من چارت رو دور کردم، میبینید که از سال 95 هم داریم سابقه سهم رو مشاهده میکنیم و اگه خط روندی در این بازه رسم بکنیم اعتبارش خیلی زیاده. به صورت چشمی ما نمودار رو میبینیم. ببین خیلی ساده دارم عامیانه میخوام بگم برای دوستانی که اصلا تجربه ندارن و تازه میخوان ببینن خط روند چیه و چطوری رسم کنن. دوستانی که واردترن بلدن که خب خیلی این ویدیوها به کارشون نمیاد. ببینید ما اینجاها، بذارید من اینو بزنم که خیلی اطلاعات رو نمایش نده. اینجا بارها میتونیم ببینیم یک خط نامرئی انگار داره این سهم کنترل میکنه که از یه جایی پایینتر نیاد و اگه خودمون بخوایم یک خطی رو رسم بکنیم به این شکل میتونیم یک خط روندی رو برای سهم در نظر بگیریم. میبینید هر بار که این نمودار از این تاریخ یا حتی از قبل ترش هم تقریبا میشه بهش اعتماد کرد، از سال 97 برج 4 برخورد داشته رفته بالا، دوباره اینجا نزدیک شده، میبینید هی داره نزدیک میشه و حمایت میشه. به این شکل ما یک خط روندی رو رسم کردیم خیلی ساده و چون تعداد برخوردها زیادم هست اعتبار این خط روند هم نسبتاً خوبه و اگه اینو ما ادامه بدیم ممکنه سهم در آینده مجدد مثلا در چند ماه آینده یا چند سال آینده دوباره به این خط هم برخورد بکنه. از یه جایی بعضی وقتا میبینید خط روند تغییر میکنه یا شیبش خیلی شدیدتر میشه. مثلا از این نقطه اگه بخواید در نظر بگیرید میتونید یه خط روند به این شکل هم بسازید. میبینید که نمودار چندین بار برخورد میکنه به این خط و حمایت میشه، اما در یه جای نهایت این خط رو به سمت پایین میشکنه و از اینجا میتونیم ببینید یک خط نامرئی مقاومتی در نظر بگیریم که روند نزولی شده. ما اگه رنگش هم تغییر بدیم میبینید به این شکل یک خط روندیه که در روند نزولی به عنوان مقاومت داره عمل میکنه. خیلی راحت ما میتونیم خط روند رو رسم بکنیم و در وهله اول حمایت و مقاومتی هستش که میتونیم در نظر بگیریم. البته حمایت و مقاومت های دیگه هم داریم که در جلسه بعدی توضیح میدیم. بریم مثلا سهم و به ملت رو بررسی بکنیم. خب با توجه به نمودار و به ملت متوجه میشیم که یک چارت تکنیکالی خوبی داره و شاید خیلی از سهم‌ها تکنیکالی جلو نرن ولی اکثرشون از این قاعده پیروی میکنن. میبینید که یک خط نامرئی داره همش این سهم رو از این نقطه به سمت بالا سوق میده که همون خط روند صعودی هست. میبینید به این شکل خیلی راحت میتونیم یک خطی رو بکشیم. حتی اگه عقب‌تر هم بیایم از این نقطه هم میبینیم که تقریبا میشه اعتماد کرد. سهم بارها سال 97 برج 597 هر بار که داره به این خط نزدیک میشه مورد حمایت قرار میگیره. مجددا چند روز قبل، چند هفته قبل هم برخورد کرد و از اینجا میتونیم نتیجه بگیریم در چند روز آینده اگه روند سهم بخواد نزولی باشه درجا بزنه بازم در همین حوالی مثلا 480 تومن تا 520 تومن در این قسمت ها دوباره سهم میتونه با برخورد به خط روند بلند مدتش یک حمایت خوبی رو داشته باشه و دیگر اینجا پایین تر نه، که اگه از اینجا پایین تر بره میتونه روندش خطرناک بشه که بعیده در این شرایط این خط روند رو بشکنه. خیلی راحت خط روند رسم کردیم. چون تعداد برخوردها زیاده اعتبار این خط روند هم نسبتاً خوبه. میتونیم نماد حساب‌ها رو هم بررسی بکنیم.
حتما سعی کنید که نموداری که استفاده میکنین نمودار تعدیل شده افزایش سرمایه باشه. اگه بدون تعدیل باشه خیلی نمودار جالبی به ما نمیده، هرچند که میتونیم خط روند رو بازم براش رسم بکنیم. در این ناحیه میبینید کاملا مشخص، ولی برای آینده قیمت رو بخوایم پیش بینی بکنیم بهتره که از نمودار تعدیل شده افزایش سرمایه استفاده بکنیم. به مکدی هم نیازی نداریم. اینجا رو بدونید که من بگم شما تقریبا از روی این قسمت گذشته سهم میتونید بازم یک خط نامرئی که به عنوان حمایت عمل میکنه راحت ببینید و رسمش بکنید. میبینید تا اینجا واقعا یک روند خوبی رو داره نشون میده. البته قبل از اون روند سهم نزولی بود و گفتیم در روند نزولی باید چیکار بکنیم؟ باید قله های سهم رو به هم وصل بکنیم. در اینجا اگه بخوایم قله سهم رو وصل بکنیم تقریبا در گذشته سهم به این شکل میتونه باشه که میبینید از این نقطه یعنی 22.397 این خط روند نزولی رو به سمت بالا شکسته و دیگه روند سهم تقریبا از اونجا صعودی شده. میبینید همچنان صعودی هست و سهم رشد داشته و در آینده هم اگر سهم بخواد افت داشته باشه این خط میتونه حمایت باشه که خیلی بعیده و الان تقریبا یک خط حمایت دیگه که بخوایم رسم بکنیم میتونیم از این نقاط یک خط حمایت نسبتا خوبی رو رسم بکنیم. میبینید سهم در اینجا وارد یک مثلثی شده و این خط اوایل به عنوان یک مقاومت بوده، اما وقتی سهم از اینجا به خاطر افزایش سرمایه رشد میکنه و میره بالا الان این خط به عنوان حمایت سهم شده و اگه حساب‌ها بخواد افت زیادی هم داشته باشه نهایتش مثلا تا 250 یا اگه جلوتر بره همین ناحیه 300 تومن حمایت خوبی برای حساب‌ها هست. حالا این رسم کردن این خط‌ها در حمایت مقاومت هایی که جلسات بعدی براتون توضیح میده. اگه بخوایم سهم بجهروم رو به عنوان مثال بررسی بکنیم بجهروم ارز اولیه بود. ارز اولیه ها الان مثلا مثل 60 شگویا چون که خیلی سابقه نموداری ندارن نمیشه، اما برای بجهروم نسبتا چون مدت زیادی گذشته میتونیم سابقه نموداریش رو بررسی بکنیم و خوبه، نسبتا اطلاعات خوبی به ما میده. میبینید اینجاها یه خط روندی رو داره تقریبا تا اینجا. به خاطر برخوردهایی که داشته حتی بعد از این همه مدت بازم میبینید در این نقطه برخورد داشته و خط روندی که اینجاها به عنوان حمایت بود اینجا به عنوان مقاومت سهمه و در آینده میان مدت اگه مجدد سهم به قیمت‌های 600-700 بخواد برسه و توی این نقطه ها با این خط برخورد بکنه اینجا یه مقاومتی میتونه داشته باشه، ولی اگه شرایط بازار خوب باشه قطعا این مقاومت رو رد میکنه. و همچنین وقتی روند نزولی شده میتونیم یک خط روندی رو به عنوان مقاومت در نظر بگیریم براش که البته شیبش خیلی زیاد بوده، ولی خب سهم بالاخره در این تاریخ 27/8/99 ازش عبور کرده و داره روند صعودی به خودش میگیره. همچنین به عنوان کوتاه مدت اونایی که کوتاه مدتی کار میکنن میتونن یک خط روند دیگه از اینجا برای سهم در نظر بگیرن. تقریبا میشه به این خط روند هم اعتماد کرد و ممکنه سهم توی این مثلث بیاد بالا ممکنه به این شکل توی مثلث بیاد بالا و بالاخره از این نقطه عبور کنه و بره بالا.
به این شکل. حالا خیلی ساده خواستم براتون توضیح بدم. بریم نماد وخارز رو بررسی بکنیم. لوگاریتمی میکنیم، اتو رو میزنیم. میبینید در گذشته یک خط روندی رو میتونیم راحت شاهد باشیم. به این شکل. یک خط روندی رو رسم کردیم که میبینید بارها سهم برخورد میکنه و حمایت میشه. اینجا مجدد داره خط روندی رو با شیب بیشتری شکل میده. گفتیم خط روندها میتونن تغییر بکنن و الزاماً ثابت نیستن برای همیشه. تقریبا میشه گفت روند سهم صعودی تر شده و اینجا هم یک روند نزولی داشته. توی چارت قشنگ مشخصه. این قله ها رو چون روند نزولی بوده قله ها رو به هم وصل کردیم و حالا سهم داره به سمت بالا میره. هرچی به سمت این خط نزدیکتر میشه یک مقاومتی رو داره که بعد از عبور از اون این خط میتونه به عنوان حمایت براش عمل بکنه. خیلی ساده است مبحث خط روند رو، نیاز نیست پیچیده بگیرید، خیلی بخواید دقیق باشید. اگر هم جایی مثلا یک مقدار یک کندل یا یک سایه شادوی خیلی باریکی داشته خودتون خیلی اذیت نکنید، به خط روندها اعتماد بکنید. مثل بجهران و خارز هم اینجا یک خط روند دیگه داره میسازه که برای کوتاه مدتی ها میتونه خوب باشه. میبینید که انگار مثل یک دیوار حمایتی برای سهم و نمیذاره، که البته چون خیلی تازه و سابقه این خط روند کمه اعتبار زیادی نداره، هرچند ممکنه در آینده اعتبار خوبی برای خودش بسازه. به این شکل بود. حالا در جلسات بعد بیشتر بحث میکنیم در مورد حمایت ها، مقاومت ها و کاربرد اندیکاتور ها که بخوایم مثلا یک معامله خوبی داشته باشیم از اینها استفاده بکنیم. توی کانال تلگرامی، کانال یوتیوبی ما، پیج اینستاگرام ما عضو باشین. اخبار خوبی داریم، ان شاءالله آموزش های خیلی خوب و ساده ای هم داریم، میتونید استفاده بکنید. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. خدا نگهدار.